سلامی گرم و جوشان میرسانم به همه آنهایی که در صفحه من اعضا هستند و برنامه هایم را تماشا میکنند، خصوصا تاجیکانی که بیرون از کشورند، برادران مهاجرم، خواهران و مادران عزتمندی که دور از وطن، دور از همسفر زندگی، دور از والدین مهربان و دور از تمام پیوندانشان کار زندگی دارند. روز بخیر. عینی حال من در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه هستم. یک سراغه را کفته پیدا کردم و آمدیم به دیدار صاحب خانه. یک زنی که با وجود تنها بودن، با وجود تمام سختی ها و مشکلی های زندگی 4 فرزند نازنین را کمال داده و امروز در یک واگن زندگی خاکسارانه و عادی دارد. ما را همراه باشید دوستان عزیز من. می رویم به سراغ آن مادر حلیم و مهربان. چی حال دارین خاله جان؟ 7 سال 8 سال میشه. سالی 8 اومد که دهندگان خیلی دکو مایده ترم. یعنی می خلق دستگیری منه، گاهی گشنه میمونم، گاهی سیر میمونم، مایده ها کن رویش میمونم کار کنه. خیلی با خودم کم کم نگهشو میمونم که یکان جا بره چگی نکنم. بچه انسیتش، بچه یتش دختریتش رسیه روی که مایده ها که قیه گودم ما میرویش کم رسیده که ای تاریک سال شده در یک خونه خوابن کرنتی. انا خدم دحینه که صحت بدم خواهرجان داد بار دوله نمیزنه خدمه صحت چیدم خواهی که شگری خدا دیگه بس کم اگر نمی سرکت توزه میکنم پیشوی دومم میروفتم. چند ساله هم بچه هم فرزندم شگری خدا که 94 دارم. 94 م اندیوالیته یک گرده نداره. یک گرده شمی وگون در خونه که زد پوست سیده اپیره سکن گرفتن دستش روغن که چپه میشه ای همی جتا همی جرم میسوزه دستی همه اندیوالیته میجد پول می سوختگی میتره. انا خواهی که دگونی دارم خودم بچه ها با دگونی کن هم مطب میرن گروچیکی مینن یگان چی میرن میده که کن خواهی توکل تو به خدا می وزمین وجد نکنیم کم کنه بیاره وگه تا بخره و یه راهی بد نره و یک چی بد نشه. اینا خوارجان خواهی خلق یردم مینن 2 مرتبه ما کسادم همین خلقی شاه منصور پارلیما را یردم کردگی. در این واگن قدر گرمه چخه تو قد میکنید؟ این برگرمی زمستانش چخه باشه؟ زمستان ده خواهر جان همی تخنه که هست که دستت شخ میشه و گاهی میشه که سوید میم برکو لاک پرم نداریم اجازت ندادن ما کرپرم نداریم هر کس میره میتمام میاد چیک با بهار دزیر میشن که خیلی همسایه ها هم دستگیری میکردن خواهر جان. من همه مینداری خود رو بیان مینم که مرا همه دستگیری کیسن خداوندا مرا دستگیری مینن او را دستگیری کنه پروردگار بچه مراد و مقصد دارم برسن آدم همین خلقی که من ایوردم میته همین این بلای وردگی ایسر آدم گم کنه دنیا را تنجی امانی کنه. هر روز میشه خواهرجان گشنم میمونم نه که این بچه ها دایم در چی تربیه بچه هم در تربیه من که این بچه ها گشنم مونده مرا بگیده من همسایه میگیرم دزدی دروغگویی چی نکنی من ها برای نیک خدا هدایت کنم. خیلی بچه ها را می سخت میقپم خودم خیلی خدمه مکه می لنگیده خیلی شرایط ما وزمین خود ما به حمام نداریم خواهد بیان ما یک حجت خونه داریم گاهی میشه که خونه همسایه میریم و سر میشویم خیلی اینمی یک حجت خونه یا می خیلی نرمل نداریم ده همون خیلی حجت خونه نه که بانیه خیلی هم نداریم
خیلی حاضر یک چخه بگم دیگه هیچ کم ندارم، من پدر مادر ندارم. همین فرزندا را در بالاش خود من که دختر قپیدم که همین فرزندای من به ننگ شن، به ناموس شن، به دولت چشوا برسونه. سم شو به دولت برسونه. کورپچه نداشته، من همینجا اومدم کورپچه ای مسجد کورپچه موردن داده. یا همسایه اومد چی خرید؟ استر خرید، گله ما ای مسجد تو وردن دادن. خیلی می زندگی ما اینو میخریم، ابنش هم میخره، دیگه ما نداریم. اگر روزی که فرزندو کار نکنن مبلغ و دست نیارن چی میخرین؟ چی میخره؟ این میچویه یک کنون اردم همو که اگر باشه شگرانه مینیم یک کنون. این ماه شریف رمضان ده ما بچه کم روزدار بودیم 5 وقته شب میخوندم بچه کم. گفتم که نگیری بچه جانو او بالا من میگم گفتن که بچه جان هم ویگه همی عبیتم که بخریم همی تکنه قیم پیلت چوی شگر منیم ما رمضان ما میگیریم گرفتانه که روزه شد. پیشتر شرایطتون چه خیلی بود؟ پیشترم اینه همه جایی که ما همه جا اومده من خیلی بودیم. هم قزاقستان من هم قزاقستان هم در که بودم خواهر جان قزاقستان ده خیلی که کار میکن میفتم زندگیم سوستر بوده خیلی که وطنی مردم دیگه می فرزنده که چی شدن دیگه بعد خیستم اومدم قزاقستان. این حاضر به این میروح زدیم دخنکی میگم خواهر خیلی کدگی این خودش بود این خودشو بوده. این واگن های کیه؟ این واگن ای مسافر ده اون مسافر در راه ریزه خود ورد چنون که بشینه اینجا طوری این یک تنکه این میفنیر زدگیه برای همی قگر مینه بعد دخنکی خنیم میشه کار میکم خودم بچه کارم که کم کم میجم بیده خودم این پاش دوم میرفتم 300 سومانی میگرفتم مسرکر توزه میکم 200 سومانی میگرفتم پرسودن ما چیک میرفتم هر لبای جا بری سوید ما پلتا پستیانی زدگی ایس میزنی ایس بیرونه سوید ما به خدا که 200-300 سون کار میکرده به همه چی. همه خونه شما قد 3 فرزند؟ 3 فرزند قید زندگی ما خودم معده صغیره شدگی صغیره بچه که معده ها که شهور میگذشته میشه زندگی همش در کلا میگرده. من گریه میکردم میرفتم کار میکردم یک جدا که یک کنون من چکنم که بگه با بچه هم برم همین بدوله نیزدم خواهر جان ای روی زیقیمه میشتم یک چی گریه میکردم بر میخیستم و پای زندگی میرفتم که خدا که یک که یالت ننون چی شوه که بیرون فرزندم بتم که فرزندم بایگون روی بد نرون. من فقط همینم که فقط که چی شده همین کم بغلا را این میچخله که خود نه این روزا میگذره شما را مردک میشه این مطری آدم رو دستگیری کنه. واسه خوردنی دارین خونه ده؟ خوردنی شکر خدا تکرچکا پیاز ها 1000 برس شکر گندش که با بچه ها شفقات میبرد در همون کوسه را من تقسیم کم در 4 کوسه چی میکم که بخرم میگفتن و چه خودت بخرم میگفتم میخرم نه بو هست میخرم ای چی توبه کم دروغ میگفتم که فرزندم گشنه نمونه که بایگون روی بد برون. حالتش ده که چند روز مقصد نون ندیده باشیم دیدیم بچه کم همین جده اومدیم سال یکم که ما همین جامعه خوار جان بچه هم همین گشنه زمستان سخت اومدم سال گشنه نون نداریم بخریم بچه هم خواه میرن او چه روز چی ده او چه روز چی ده میگم او چه نون نداری بخریم میگم نه که خواهر جان کو اون روزا عدیلی من میره خیسته همین بچه کم چی کرد دختر چه میده حق بود پایین تحت خونه یا زنه کنم میشناختم رایش کردم گفتم که برا بگو که دروغ بگو که چند دختر میره میگه که 10 سوم داشته بچه های من 1 هفته را اوقات نون ندیدم بعد میره و دختر میگیره 10 سوم میاره میگه میرم ای همین بزرچه دخلت میگیم. سالهای گذشته زمستون خیلی سرد میومد در این واگونی که عینی حال اینقدر گرم است فکر میکنم در زمستون بسیار سرد است. خب گفتید کورپا و کورپچه نداشتم چگونه زندگی میکردم؟ در همین 2 کورپچه ای مسجد ما را یادم که چی کردن یک گلیم این همین گلیم آوردن 1 کورپچه ده 2 فرزندم خو میره در 1 کورپچه 1 فرزندم خو میره خودم قید دخترچم در یک کورپچه را ما تنه میدختیم این تا 3 کورپچه را میدختیم که هم برام ما تا 1 کورپا ما چی کردیم روز گذروندیم زندگی کی حالی سلامتیتون چخیله؟ سلامتیم خیلی شکر خدا که گوه میشه دولینی بلند میشه ای فکر ای غمه گوه میشه که خیلی سسترکم خیلی میتریز و خیلی مگذشته ایسی.
شما که یک زنی روزگار دیده، رنج دیده، عذاب دیده در زندگی، فکر میکنم که بسیار چیزها رو میدونید. تماشابینان عزیز ما و مهاجران مهنتی را یک دعای نیک بدهید. پروردگار کریم همه خلق تاجیک مسافر را چی مراد و مقصد دارن به مراد و مقصد چو برسه ای بلای وردگی ایسر شو دور کنه به مراد و مقصد چو برسن چی مراد و مقصد دارن پروردگار به مراد و مقصد چو برسن. بسم الله الله اکبر. تماشابینان عزتمند، طوری به همه شما معلوم است اهل ایجادی برنامه خیال سبز به هر کجایی که خوب قدم نمیگذارد، به هر خانه‌ای که نمیرود، البته برای آن عائله یک سهمی میگذارد و اقلا مواد غذایی میبرد. اما من برای خاله عزیز، یک مادر رنج دیده و عذاب دیده مهربان که با وجودی در این خوب واگن خردکک زندگی کردن، اینقدر تازگی و آزادگی را رعایت میکنند، مواد غذایی نآوردم، یک کانورت آوردم از نام اهل ایجادی برنامه خیال سبز. بگذار برای یگان مشکلیشون صرف کنند و در حق ما دعاگو باشند. خاله جان، هزار رحمتی کلون شما ده برکت، پروردگار عمری دراز، چی مراد و مقصد داره به مراد و مقصد تو برسه. همه شما ما را دستگیری مینه، پروردگار شما را دستگیری کنه. بسم الله الله اکبر. آرزو میکنم که تمام مشکلی ها از عائله شما، از زندگی شما، از حیات شما دور بکردن. روزهای نیک، روزهای خوب شما رو در پیش باشد. با دقت همه شما تماشابینان عزیز، مهاجران، دوستان، مادران، برادران و همه آنهایی که مرا تماشا میکنند، میرسانم که تمام کوشش ها و زحمت ها و تلاش های من به خاطر فراغت شما است. امروز همگی از این بیماری میترسند و در خانه های خویش پنهان هستند، ولی من نگاه نکرده با این وضعیت، با این شرایط، به خاطر فراغت شما از خانه بیرون میشوم و کوشش میکنم که همه روزه نوارهای تازه به تازه را آماده و پیشکشتان بسازم. مرا دستگیری کنید، به صفحه زن و مرد آبونه شوید، زنگوله را زیر کنید و شرحهای خوب را از یادتان نبرارید. من همیشه با شمایم، همه شما را دوست میدارم.